ما همه انسان ها در این زمین مهمانیم. چه خوب می شود اگر این زمینی را که ما زندگی می کنیم کم خوشبوتر، کم دوست داشتنی تر و کم زیباتر به جا بگذاریم برای آن مهمانانی که نیتی آمدن دارند. زیرا خیام بزرگوار چه زیبا میگویند که رفتند و رویم و باز آیند و روند. گذشتگان برای ما این زمین را میراث گذاشتند و ما هم تلاش کنیم تا اینکه یک جامعه و یک زندگی و یک زمین زیبایی را برای آنها به میراث گذاریم تا اینکه آنها نیز زیبا زندگی کنند و از انسانیت خود افتخار داشته باشند. با مرکز خرد بمانید تا بهترین ها را بشنوید.